سفارت تاجیکستان در مسکو خبر داد که کارمندان خدمات کنسولی تاجیکستان در روسیه روزهای 5 و 6 اپریل از بازداشتگاه‌های موقتی شهروندان خارجی واقع در شهر کیموفسکی ولایت تولا و دهه سخاروو در کنار شهر مسکو بازدید کرده با احوال مهاجران تاجیکی که در این بازداشتگاه نگاه داشته میشوند شنود شدند. این بازدیدها به گفته سفارت به مناسبت عید نوروز و با مقصد تامین حفظ حقوق شهروندان تاجیکستان صورت گرفته است. کارمندان کنسولگری با خود برای مهاجران تاجیک یک مقدار مواد غذایی و دیگر محصولات مورد نیاز نیز بردند. از جمله معلوم شده است که در حال حاضر در بازداشتگاه‌های شهر کیموفسک 6 شهروند تاجیکستان نگاه داشته میشوند. به یک نفر آنها که یگان حجت نداشت از جانب کنسولگری به طور رایگان شهادتنامه بازگشت به وطن داده شده است. گفته می شود که با مساعدت سفارت 5 شهروند تاجیکستان از 12 تا 19 اپریل سال جاری به وطن فرستاده می شوند. کارمندان سفارت با راهبران این دو بازداشتگاه و با شهروندان بازداشت گردیده تاجیکستان ملاقات انجام داده به شهروندان دایر به طلبات قانون‌های عمل کننده روسیه در سمت مهاجرت اطلاع دادند و جهت در آینده تکرار نشدن قانون ویرانکنی ها وابسته به بود و باش در قلمرو روسیه توصیه و مصلحت ها دادند. سفارت میگوید کارها در سمت شناسایی با شرایط بازداشتگاه ها، حجت گذاری و برای هر چه زودتر به تاجیکستان فرستادن شهروندان موقتا بازداشت گردیده در تمام شهر و ولایت‌های روسیه منتظم انجام داده می شوند.